навиди бомдодии از رادیو زودی تقدیم شما بینندگان عزیز، امیدوارم روزتون بهبرار باشه. امروز 6 اکتبر و ساعت با وقت پراگ ساعت صبح است و من در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تاجیکستان و جهان را میرسونم. بینو با گزارش بخش قرغیزی رادیو زودی، مردم نوروزی از نتیجه های انتخابات پارلمانی قرغیزستان نیمه شب 6 اکتبر کاخ سفید بیشکک قرارگاه حکومت قرغیزستان را تصرف کردند. در آنجا پارلمان و دفتر ریاست جمهوری قرغیزستان واقع است. شب گذشته اداره‌های ریاست جمهوری و پارلمانت مدت آتش گرفتند و خدمات سوختار خاموش کنی کوشش کردند که آتش را خاموش نمایند. تلویزیون ها و رادیوهای محلی نشان دادند که بینو زیر نظارت اعتراضگران قرار دارد. همچنین گروهی از آنها به بینای کمیته دولتی امنیت ملی وارد شده از بازداشتگاه آن المزبک اوتانبایف را آزاد کردند. اعتراض قرغیزستان صبح 5 اکتبر آغاز یافت. مخالفین حکومت طلب داشتند که حکومت نتیجه انتخابات 4 اکتبر را از اعتبار ساقط کند. پلیس با استفاده از آب، تیرهای ریزینی، گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صدایی مردم را پراکنده کرد. بیش از 120 نفر در شفاخانه‌های بیشکک از جراحت‌های برداشته‌شان معالجه گرفتند. اعتراضگران طلب دارند که پرزیدنت سورونبای جینبکov به استعفا رود. اعتراضها در شهر شمالی تالس و ولایت مرکزی نورین ادامه دارند. مکان بودوباش جینبکov معلوم نیست، ولی سخنگوی او توگانه استومالی و به خبرنگاران قرغیز گفته است که پرزیدنت کشور در شهر بیشکک میباشد. پیش از آن دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان اظهارات نشر نموده ابراز داشت که جینبکov رهبران 16 حزب اشتراکچی در انتخابات پارلمانی را به مذاکرات بحران کنونی دعوت کرده است. این ملاقات باید امروز دایر شود. قبل از اشغال قصر سفید، فعالان 10 حزب سیاسی قرغیزستان در میدان علاتای بیشکک جمع شده ادعا نمودند که انتخابات پارلمانی 4 اکتبر سرشار از تقلب بود. در انتخابات به 120 کرسی پارلمان نزدیک به 2000 نامزد از 16 حزب سیاسی دعوا داشتند. کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد که تنها 4 حزب سیاسی 107% را عبور کردند. دست کم 3 حزب پیروز در انتخابات طرفداری حکومت گفته می شود. سفیر تاجیکستان در مسکو میگوید پروازهای چارتری برای بازگردانی شهروندان از روسیه قطع نشدند. امام‌الدین ستاری روز 5 اکتبر به رادیو زودی گفت صرف نظر از نشر نشدن جدول نو پروازهای چارتری مثل ماه سپتامبر همه روزه 5 هواپیما از روسیه به تاجیکستان شهروندان را میبرند. با تاکید سفیر یگان نقشه قطع کردن پروازهای چارتری وجود ندارد. تا باز شدن حریم هوایی به روسیه پروازهای چارتری ادامه میکند. مسئولین سفارت تاجیکستان گفتند فعلا همه روزه طریق پروازهای غیر نقشه‌ای حدود 900 نفر از روسیه به تاجیکستان می‌روند. در عموم با گفته مسئولین با این پروازها بیش از 50,000 نفر از شهرهای روسیه به تاجیکستان برگشتند. امام‌الدین ستاری میگوید آنها تا هنوز منتظر اجازه روسیه برای برقرار کردن پروازهای دائمی میباشند. گروه زیادی مهاجران از آن شکایت دارند که با وجود مراجعت‌ها و نوبت‌پایی‌ها هنوز به پروازهای چارتری راه نیافتند. آنها از طرز نام‌نویس کردن و نرخ بلیط هواپیماها گله میکنند. در همین حال روسیه با شرکت‌های هواپیمای روسیه انجام پروازها به 24 کشور اجازه داده است. همین طریق شرکت‌های هوایی حق دارند پروازها را آغاز کنند. در این باره دیروز فرمان نهاد مذکور صادر شده است. در میان دولت‌هایی که روسیه پرواز هواپیماها را برقرار می‌کنند 4 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان و قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز هستند. در این رویخط تنها اسم تاجیکستان آورده نشده است. روسیه از سبب وارد نشدن تاجیکستان را به این فهرست توضیح نداده است. فرمان مذکور در حالی است که والری ریزانسکی معاون رهبر کمیته اجتماعی شورای فدراسیون روسیه در صحبت با ریا نووستی گفته است با اوج گرفتن بیماری کووید 19 در این کشور احتمالاً این دولت برای دوباره بستن مرزها و کم کردن پروازها اقدام کند. این مقامدار افزوده است هر قدر روا بیشتر شود همان قدر ویروس دامن پهن میکند. طبق معلومات استودی فوری تا 5 اکتبر شماره گرفتاران کرونا ویروس در یک روز در روسیه به 10,888 نفر رسیده است. معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان خبر داد که افراد نامعلوم شبانه پسرش را لطوکوب کردند. محمود اودینایف گفت بینی پسرش شکسته و معاینه سرش آسیب دیده است. به گفته اودینایف پسر 24 ساله او را شب 4 اکتبر در حصار زدند. او افزود پسرش راننده تاکسی است و حادثه زمانی رخ داده است که یک مسافر را به جماعت سامانی حصار برده است. مقامات کارهای داخلی گفتند که بعد تحقیق حادثه شروع کردند. مقامات از این بیشتر شرح ندادند، اما
اما محمود اودینایف تخمین میزند که لطوکوب پسرش احتمال به فعالیت‌های سیاسی او ربط دارد. مقامات به این ادعا تا حال واکنش نکردند، ولی در گذشته اداره‌های رسمی تاجیکستان همیشه فشار به مخالفین را رد نمودند. یک پژوهش در تاجیکستان نشان داده است که اکثریت پرسیده شدگان با معاش کم کار کردن در کشور را از مهاجرت مهنتی در روسیه اولاتر می‌دانند. پژوهش با کمک حکومت ژاپن از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت میان کارجویان از جمله زنان و مسئولان اداره‌های بخش شغل در ماه‌های ایول آگوست انجام یافته است. ملکه یوربوبویوا کارشناس سازمان بین‌المللی مهاجرت به رادیو آزادی گفت بیشتر از 50% پرسیده شدگان گفتند آماده‌اند با معاش کم در کشور کار کنند. آنها از عذاب مهاجرت مهنتی، نقض حقوق‌هایشان اشاره کردند و علاوه بر این گفتند در شرایط پاندمی کار یافتن در روسیه مشکل می باشد. در پژوهش آنها گفتند تاثیر پاندمی را زیاد احساس نمودند که منبع درآمدشان از انتقال پول مهاجران مهنتی بستگی داشته است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نویدی بمدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. مقامات ازبکستان گزارش رسانه‌ها را درباره شکنجه شدن 31 بازداشت شده قشقدری شهر دادند. روز 4 اکتبر رسانه‌ها نوشتند که عیب‌دارشونده‌های دزدی محصولات نفتی در بازداشتگاه شکنجه شدند. عیب‌دارشونده‌ها در دادگاه گفتند که آنها را در بازداشتگاه خدمات امنیتی دولتی شکنجه کردند. علیشیر گلستون و دلشاد عمرов دو عیب‌دارشونده در دزدی محصولات نفتی میگویند در بازداشتگاه شدیداً شکنجه جسمانی و روانی شدند. کارمندان امنیت تهدید کردند که پدر و برادرانشان را هم زندانی خواهند کرد اگر آنها عیب را برداشت نگیرند. اما داستانی ولایت قشقدری میگوید شکنجه شدن عیب‌دارشونده ها اثبات نشده است. پیشتر رسانه ها نوشتند که در ولایت قشقدری ازبکستان 31 آدم را با عیب دزدی محصولات نفتی بازداشت کردند. دیروز دو دانشمند آمریکایی و یک عالم از بریتانیا به خاطر تشخیص گن هپاتیت س که باعث سیروز و سرطان جگر می شود به گرفتن جایزه نوبل در ساحه طب در سال 2020 سزاوار دانسته شدند. تفصیلات را در گزارش همکاران ما تماشا کنید. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet اکادمیای نوبل در اینستیتوت کارولینسکا به قرار آمد که جایزه نوبل در ساحه طب در سال 2020 به هاروی آلتر، مایکل هوگتون و چارلز رایس به خاطر معاین نمودن ویروس هپاتیت سی تقدیم شود. 3 دانشمند که 2 نفر آمریکایی و یکی از بریتانیا می باشند 1,100,000 دلار را بین هم تقسیم می کنند. آنها ویروسی را پیدا کردند که در خون ظهور نموده سببگار هپاتیت سی در تن انسان می گردد. کار علمی آنها امکان داد توسعه هپاتیت سی محدود و دوای آن اختراع شود. کمیته نوبل می گوید پژوهش این 3 عالم شرایط کاملا از بین بردن هپاتیت سی را فراهم آورد. نویدی عضو کمیته جایزه نوبل. این یک کشفیات نجات بخش انسان هاست. آن برای درک سرچشمه بیماری کمک می رساند. در سراسر عالم 70 میلیون نفر گرفتار هپاتیت سی بوده. سال از این بیماری تا 400,000 کس به هلاکت می رسند. سازمان جهانی تندرستی امید دارد که در 10 سال آینده این بیماری را پره ریشه‌کن می کند. امسال از سبب پاندمی کرونا ویروس در استکهلم ضیافت و مراسمی با تنتنه تقدیم جایزه نوبل دایر نمی شود و تقدیم جایزه را توسط تلویزیون نمایش خواهند داد. اجنسی ضد فساد تاجیکستان یک کارمند کمیسریت حربی نویه رودکی و راننده یکی از جماعت‌های محلی را بازداشت کرده است. رستم بویدک و فیض‌الدین کریمов به فروش بلیط حربی متهم می‌شوند. در خبرنامه اجنسی آمده است گمانبرشونده‌ها ماه فوریه سال جاری از شهروند ا برای تهیه بلیط حربی ناموافق به ادای خدمت به نام شهروند ب 8,000 سومانی گرفتند. این 2 نفر با همین اصول ماه ایون امسال به نام شهروند ب بلیط حربی را تهیه کرده و دادند. نسبت بازداشت شده ها پرونده جنایتی آغاز شده است. بانک ملی تاجیکستان برای امروز قرب اسعار خارجی رو این گونه تعیین کرده است: $1 10 سومانی و 32 درهم است، 1 یورو برای عوض 12 سومانی و 15 درهم خرید و فروش می شود و 1000 روبل روسی باشد 130 سومانی و 70 درهم ارزش دارد که نسبت دیروز
کمتر پویند رفته است. خب بینندگان عزیز، این چند خبر توضیح بود که در این صبح بر وقت برای شما گفتم. خبرهای بیشتر از این رو 30 ساعت پس در همینجا تقدیم شما خواهم کرد. روزی خوب و براری داشته باشید.